یه روزی از روزهای خوب خدا، برفک کوچولوی قصه ما با پدر و مادر مهربونش توی خونه خیلی باصفا کنار رودخونه زندگی میکردن. برفک هر روز میرفت کنار آب و با آب بازی میکرد و باهاش حرف میزد. یه روز دید یه عالمه برگ خشک روی آب روون دارن میرن. به رودخونه مهربون گفت: رودخونه جونم، اینا چیه؟ چرا داری برگا رو با خودت میبری؟ رودخونه مهربون بهش گفت: من کمک میکنم برگا سفر کنن تا به خاک برسن و دوباره درخت بشن. هر چیزی یه راهی داره. برفک فکر کرد و گفت: یعنی حتی چیزایی که میافتن دوباره میتونن رشد کنن؟ رودخونه لبخند زد و گفت: آره کوچولوی من، افتادن همیشه پایان نیست. گاهی وقتا شروع یه چیز تازه است. از اون روز به بعد برفک هر وقت غمگین میشد کنار رودخونه میرفت و یادش میومد که حتی برگ‌های افتاده هم میتونن دوباره زندگی کنن.